اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه، ثم اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و شنوندگان و بینندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از کتابی بیدان از علم صرف 22 درس گرفتیم و امروز باشد درس 23 را به سمع شما خواهیم رسانید. درس 23 ما و شما ناگفته نماند که آخرین درس از این کتاب است، یعنی که کتاب بیدان با 23 درس به آخر می رسد. بعد از این کتاب بیدان درس آینده ما و شما از کتاب دیگری هست که نامش بناء الاطفال مختصر بناء الافعال، که این را بنده محمد شریف عبدالعلیم اختصارش کرده هستم. چطوری که میبینید اختصاره محمد شریف عبدالعلیم. پس این را بنده اختصار و مختصرش کرده هستم. اصل از کتاب بناء الافعال که در این کتاب 35 بابی صرفی را میارد، 22 باب اصل و باقی مانده بابهای ملحقات میگویند اونها را میارد. بنده این را اختصار کردم و 22 باب صرفی را در این جای کردگی هستم و خلاص. پس درس آینده ما و شما انشاءالله از این کتاب شروع می شود، لیکن این کتاب به زبان عربی است. چطوری که این کتاب میخونیم به زبان فارسی است. این کتابی که بابها را میخونیم این به زبان عربی می باشد که انشاءالله درس آینده از این کتاب شروع خواهیم کرد. خب، درس امروزه ما و شما درس 23 آخرین درس از کتاب بیدان. کتاب بیدان 23 درس و آخرین درس. موضوع درسمون اسم آلت، اسم تفضیل. یعنی که موضوع درس امروزه ما و شما دو چیز است. یکمش اسم آلت است، درباره اسم آلت صحبت میکنیم. دومش اسم تفضیل است، درباره اسم تفضیل صحبت میکنیم. اسم آلت صیغه هایش همگی 3 صیغه است و بس، اما اسم تفضیل صیغه هایش همگی 6 تا می باشد. چطوری که شما میبینید این اسم آلت و این صیغه های اسم آلت است. اینش باشد اسم تفضیل و این 6 صیغه صیغه اسم تفضیل است. پیش از اونه که به کتاب داخل شویم و درس امروزه را شروع بکنیم، درس های گذشته را یادتان بیارید که ما گفتیم، صاحب کتاب بیدان گفت عرب از هر مصدر 12 چیز اشتقاق میکند. یکم ماضی بود، دوم مضارع، سوم اسم فاعل، چهارم اسم مفعول، پنجم جهد فعل جهد، ششم فعل نفی، هفتم امر، هشتم نهی، نهم اسم زمان، دهم اسم مکان، 11 اسم آلت، 12 اسم تفضیل. پس 12 تا با این خلاص می شود. عرب از مصدر انا همین 12 چیز را می گیرند. پس بیایید که صاحب کتاب رو می بینیم که ما و شما را چه معلومات در این باره می دهد. ببینید هر کسی که این کتاب رو دارد صفحه 56، صفحه 56 اسم آلت. خب، صاحب کتاب برای ما و شما میگوید اسم آلت از ثلاثی مجرد بر وزن مفعل و مفعلتون و مفعالون می آید، همچون مسطرون و مکنستون و مفتاحون. پس این معلومات درباره چی است؟ درباره اسم آلت. بیایید میبینیم که وزنهای اسم آلت چند است. وزنها، ترازوی که ما باید اسم آلت را بکشیم 3 تا است. ببینید یکمش مفعلون، دومش مفعلتون، سیمش
مفعالون، مفعالون. اینها وزنهای اسم چی هستند؟ اسم آلت هست. حرکت ها را دقت بتید، زیرا که درس گذشته ما یا وزن خوندیم اسم زمان و مکان به همین طریق نوشته میشد، لیکن حرکتاش فرق میکرد. ببینید اسم آلت ده میم کسره میکنیم و ف ساکن است، عین فتحه است و این لام. مفعلون یکم وزن، دویم وزن مفعلتون، سیم وزن مفعالون. دقت بتید، اگر ما این را مفعلون بگوییم اسم آلت می شود. اگر حاضر در جای ما فتحه بمونیم بگوییم مفعلون، اسم چی می شود؟ اولا مصدر میمی می شود، درس گذشته گرفتیم. و همچنین اسم زمان و مکان می شود اگر ما مفعلون بگوییم، لیکن برای ما مفعلون در کار است، اسم آلت. پس اسم آلت را میمش کسره هست، چطوری که شما میبینید. ببینید میمش همه وقت کسره هست. از این حساب یک نظم هست، هر کسی که میخواد این وزنها همیشه در ذهنش باشد، یک نظم هست که بنده در این کتاب بدان وقتی که توضیح دهی و حاشیه نویسی کردگی هستم، در پایان نوشته کردگی هستم که اسم آلت به آلت دال است. ببینید اسم آلت به آلت دال است، مفعلون و مفعلتون و مفعال هست. همین سه طرف اسم آلت به آلت دال است، مفعلون و مفعلتون و مفعالون هست. انا همین طور این شعر آزاد کنید، دیگر سه وزن اسم آلت در ذهنتان میماند. خب صاحب کتاب بدان برای ما و شما برای هر یک تا اینها مثال آوردگی بود. مفعلون ده مثالش چی بود؟ در مفعلون مثال آوردگی صاحب کتاب مسطرون بود. ببینید مسطرون. ببینید حرکت ها را به مثل این میمونیم، زیرا که این ترازو است. میمونه میم کسره دارد، ف اول کلمه ساکن است، تا فتحه است، ر را حرکت آخر کلمه. ببینید مسطرون، مسطرون. این یکمش. مفعلتون ده چی است؟ مفعلتون ده صاحب کتاب میگوید مکنستون. ببینید مکنستون، میم کسره، ف اول کلمه ساکن، سین عین اینجا در نون، حرف نون، عین کلمه فتحه و سین لام کلمه فتحه. اکنون آخر کلمه چی می شود؟ مکنستون، مفعلتون. ببینید ترازوی مدا موافق. و مفعلون به مثل چی است؟ مفتاحون. دقت بتید، میم کسره، ف کلمه ساکن، عین ت کلمه فتحه، بعدش الف دارد، بعد این حرف چی است؟ آخر کلمه مفتاحون. دیدید اینها همه اسم آلت است. پس مفعلون مثالش مسطرون. مسطر گفته جدول، جدولی که برای خطکشی از آلتی خط کشیدن، مسطر. مفعلتون مکنستون، مکنستون آلت چنگکشک، خانه روک، پلیساس. مکنستون پلیساس. مفتاحون مفعالون این باشد کلید، آلتی که در را میکشاید، میشود مفتاحون. پس دیدید این سه وزن اسم آلت است. اسم آلت سه وزن دارد. اینهایی که میبینید اینها را صیغه میگویند. سه صیغه داریم و سه وزن داریم. سه صیغه داریم و سه وزن داریم برای اسم آلت. خب صاحب کتاب را بینید چی میگوید؟ میگوید اسم آلت از ثلاثی مجرد، یا چیز دیگر ناگفته نماند. این فقط از 6 باب اول میاد و خلاص، از بابهای ثلاثی مجرد میآید.
از باب هفتم تا 22 از ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید اسم آلت ندارند. اسم آلت فقط از 6 باب اول میاد که درس آینده بابها را ما و شما انشاءالله خواهیم گرفت. از 6 باب اولش نامهایشان ثلاثی مجرد است. پس از 6 باب اول اسم آلت می آید و بس، از دیگرهایش نمی آید. خب میگه اسم آلت از ثلاثی مجرد بر وزن مفعلون، ببینید مفعلون و مفعلتون و مفعالون می آید، همچون مسترون و مکنستون و مفتاحون. وزنها و ترجمه‌اش بیان کردیم. اکنون میگه که اسم آلت بر 3 صیغه می آید. ببینید صاحب کتاب میگه اسم آلت بر 3 صیغه می آید، یکم و دویم و سیوم، یعنی که مردانه و زنانه ندارد، فقط یک تگه، دو تگه، سه تگه بس. یک تگه، دو تگه، سه تگه، برای همین خاطر 3 وزن، 3 مثال دارد و خلاص. خب مضرابون، مضرابون یکمش، ببینید مضرابون. پس مضرابون بر وزن چی است؟ دقت بتید این رو. مضرابون میم از حرفای زایده، حرفای زایده می نویسیم. ضاد فی کلمه است، فی کلمه. ر عین کلمه است. الف زایده می آریم، الف. این ب لام کلمه است. دیدید؟ اکنون حرکتش با مثل میمونه. میم کسره است، کسره میمونیم. ف ضاد ف کلمه ساکن است. ر عین کلمه فتح است. این ب لام کلمه است. پس این چی بوده است؟ مفعالون. مفعالون با مثل چی بوده است؟ اینجا مفعالون، مفتاحون. پس این اصل کلمهش، ببینید میم بگیریم پرتویم، عین پرتویم، ف و عین و لام میموند، ضاد و ر و ب میمونده است. ضربه در اینجا باشد، میم میگیریم میپرتویم، پس میماند سطر. ببینید سطر، این سه. این باشد اگر میم میپرتویم، کاف و نون و سین اصلی کلمه. ببینید کنس، کنس این خانه رو رفت. اکنون این رو چی؟ میم میپرتویم، الف میپرتویم، میشود فتح. دقت بتید، فتح، فتح نکوشو. مفتاح آلتی کشادن. کنسه رفت، پس مکنستون آلتی رفتن. ساتاره، ساتاره یعنی خط کشید. مسترتون آلتی خط کشیدن. دیدید؟ این میشود چی؟ اسم آلت. پس ضربه زد، مضراب آلتی زدن. هر چی قطعی میزنی او را میگن مضراب، آلتی زدن. خب یکم کلمه چی بوده است؟ مضرابون. مضرابون ترجمهش یک آلت زدن، صیغه واحد اسم آلت، یک آلت زدن. مضربانی ترجمهش دو آلت زدن، صیغه تصنیه اسم آلت، جمعش مضاربو ترجمهش همه آلت های زدن، صیغه جمع اسم آلت. دیدید؟ یک آلت، دو آلت زدن، آلت های زدن، جمع آلت های زدن. پس با همین اسم آلت به آخر رسید. پس ما میتونیم اسم آلت رو بگیم مضرابون، مضرابانی، مضاربو. مستر باشد مسترون، مسترانی، مسافرو. مکنستون باشد مکنستون، مکنستانی، مکانسو. مفتاح باشد مفتاحون، مفتاحانی، مفاتحو. انا همین طور چکار میکنیم؟ ما تلفظ میکنیم و تکرار میکنیم. یا قتل یقتلو، کشت. مقتالون آلت کشنده، آلت کشتن، مقتال. و به مثل همین چکار میشود؟ وزنها را ما طوری میکنیم. لیکن ناگفته نماند که اینها هر چی که از عرب شنیده هستیم انا همون رو میگیریم. یعنی نمیشود که ما بگیم ساتاره را مستارتون، مستارتون، یا که مثلا مستارون گفته بگیم. نه، چیزی که از عرب شنیده هستیم همون طور. لیکن همین وزنها را دیدید، پس بدونید شما که اسمی چی است؟ اسمی آلت. پس اسمی آلت به آخر رسید. میگذاریم به اسمی تفضیل.
دوم در موضوع درس ما و شما اسم تفضیل 6 صیغه دارد. همچنین ناگفته نماند که اسم تفضیل هم از 6 باب اول می آید و بس. به مثل این از 6 باب ثلاثی مجرد می آید، از دیگر باب ها اسم تفضیل نمی آید. یعنی از باب 7 شروع کرده تا باب 22 را اسم تفضیل ندارد، لیکن از باب 1 تا باب 6 اسم تفضیل دارد. این باب ها را میگن باب های ثلاثی مجرد. به مثل این از 6 باب اول می آید و بس. خب صاحب کتاب چی میگوید؟ میگه اسم تفضیل بر 6 صیغه می آید. ببینید اسم تفضیل میگه همگی چند تا صیغه دارد؟ 6 تا. چطوری که در اینجا ما گفتیم 6 صیغه دارد. 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را بود. 3 تاش میگه مردانه است و 3 تاش زنانه. 3 تاش مردانه و 3 تاش زنانه. اون 3 که مذکر را بود میگن 3 تایی که مذکر را هست یکمش اضرب. پس اسم تفضیل مردانه و زنانه دارد و وزن ها دارد. ببینید مثلا ما میگیم که بر وزن افعلو، افعلو. ببینید افعلو این ترازوی ما هست، مردانش. زنانش باشد فعلا. ببینید فعلا. اکنون بیایید ما و شما انمین فتحه را اسم تفضیل مردانه و زنانه میکنیم. کلمه که در پیشمون هست ببینید ترازو در میاریم ما فتحه ف عین لام. پس ما می نویسیمش فتحه. ببینید در اولش الف زیادتی دارد، الف میمونیم. پس می شود چی؟ افتحو. افتحو اسم تفضیل فتحه، یعنی یک انسان بسیار کشاینده تر. اگر همین را زنانه کنیم ببینید ف و عین و لام در آخر یک الف زیادتی می آید. پس میگیم ف ت ح. اکنون الف زیادتی. پس چی می شود؟ پس می شود فوت. ببینید حرکت ای میتیم فوت یعنی از زنی کشاینده تر. انا میخیم مثلا ضربه را میگیریم. ببینید کلمه ضربه را دیدید میاریم در اینجا در روپروی ف کلمه را می نویسیم و عین کلمه را می نویسیم و لام دا ب کلمه را می نویسیم. دقت بتید اکنون در اولش یک الف زیادتی دارد، ما می الف میمونیم همزه. پس می شود حرکت به مثل میمونیم، حرکت همزه و فای کلمه و این عین کلمه است و این آخرش. پس چی میگیم؟ اضربو یک مرد زننده تر، یک مردی که بسیار تر میزند. اگر زنانه شو بگیم به مثل همین در آخرش یک الف زیادتی میکنیم. ببینید ضربه یعنی یک زنی زننده تر. اضربو یک مردی زننده تر، ضربه یک زنی زننده تر. اضربو را شما در اینجا میبینید و ضربه را در اینجا میبینید. چطوره که پس اینها اسم چی هستند؟ اسم تفضیل. ببینید اسم تفضیل بر 6 صیغه می آید. 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را بود. اون 3 که مذکر را بود اکنون بیان میکند، میگن 3 تایی که برای مذکر هست تا به اینجا. این یکمش اضربو، ترجمهش یک مرد زننده تر، صیغه واحد مذکر اسم تفضیل. پس ببینید ما و شما میخوایم بین دو چیز مقایسه بکنیم. مثلا بگیم که این قلم و این قلم، دو قلم، این قلم خوب است و اینش خوبتر هست. این خوبتر رو میگن اسم تفضیل. پس اضربو یک مرد زننده تر، یک مرد مثلا میگن هو ضاربون و هو اضربو، یعنی وی زننده است میزند لیکن وی بسیار تر میزند. یا میگن هو عالمون و هو اعلمو، میگن وی عالم است ولیکن وی عالم تر هست. ببینید وی عالم است ویش عالم تر هست. همین عالم تری که میگوییم اسم چی است؟ اسم تفضیل هست. پس اضربانی ترجمهش دو مرد زننده تر، صیغه تثنیه مذکر اسم تفضیل. اضربون همه مردان زننده تر، صیغه جمع مذکر اسم تفضیل.
ضرب سه مذکر خلاص صاحب کتاب میگه که اون سه که مؤنث را بود اکنون سه طرف بیان میکند. یکم میگه ضرب ضرب ترجمهش یک زنی زننده تر صیغه واحده مؤنث اسم تفضیل ضربیان. یا در مثالش مثلا میگیم که هی علم یعنی وی عالم تر هست. اگر مرد بگیم میگیم هو اعلم وی عالم تر است. زن بگیم میگیم هی علم وی عالم تر هست. دیدید؟ یا مثلا میگیم که هو اکبر هو اکبر وی کلان است مرد رو میگیم. زن رو باشه میگیم هی کبرا وی کلان است. دیدید فرقیت رو؟ وی کلان تر است. پس میگه ضرب یک زن زننده تر صیغه واحده مؤنث اسم تفضیل. ضربیانی دو زن زننده تر دو کس باشد اگر میگیم ضربیانی دو زن زننده تر صیغه تثنیه مؤنث اسم تفضیل. ضربیاتون همه زنان زننده تر صیغه جمع مؤنث اسم تفضیل. طریقه صرفش اکنون این طور است که ضرب ضربیان ضربیاتون معذرت میخوام اضرب اضربان اضربون ضرب ضربیان ضربیاتون. مثلا در این اگر بگیم افتح افتحان افتحون فتح فتحیان فتحیاتون. یا مثلا کلمه هر کلمه دیگر را بیرون مثلا قتل یقتل اقتلوا اقتلوا اقتلان اقتلون قتل قتلان قتلیاتون. با همین طریقه صرفش می باشد. خب اکنون در صفحه 57 میگوید تمت یعنی که کتاب به آخر رسید با فضل و بزرگی الله. اللهم صل و سلم علی نبینا محمد صلی الله علیه و سلم. الحمدلله کتاب بدان را ما و شما به آخر رساندیم که بنده در آخر این یک نظم را نوشته کردم که شکر که این کتاب به عنوان رسید یعنی به پایان رسید پیشتر از مرگ به پایان رسید. شکر که این کتاب به عنوان رسید پیشتر از مرگ به پایان رسید. الحمدلله که الله نصیب گردانید بنده این کتاب را با نوشتن خلاص کردم و همچنین با صدا با درس گفتنم امروز خلاصش کردم. و در این پایان آخران روزی که این کتاب را خلاص کرده بودم محمد شریف عبدالعلیم 17 رمضان 1441 یعنی 10 می 2020 سال این کتاب را بنده به آخر رسانیدم. غفر الله له ولوالديه ومشایخه والمسلمین آمین. الله تبارک و تعالی ببخشد من را و پدر و مادرم را و استادهایم را و تمام مسلمان ها را و تمام شاگردان و تمام استفاده برندگان از این درس های کتاب بدان و آموزندگان این کتاب را الله سبحانه و تعالی بیامرزد که این تقریبا 15 روز بعد از وفات مادرم الله رحمت و مغفرتش بکند این را بنده نوشته کردگی بودم و الله سبحانه و تعالی مادر من و هر کدامی از شما مادراتون از دنیا گذشتگی هستند الله رحمت و مغفرت بکند جایهایشان را جنت پرناز و نعمت بگرداند و از الله حنان و منان امیدوار هستم که از الله حنان و منان طلبگار هستم که مادران یکایک ما و شما را رحمت و مغفرت و پدرهایمان را کدامش که قید حیات است الله حفظشان کند کدامش که قید حیات نیست الله رحمت و مغفرت بکند و الله سبحانه و تعالی ما و شما را توفیق عمل کردن به آن چیزی که خواندیم و دانستیم از زبان عربی برای فهمیدن قرآن و سنت الله برای ما و شما توفیق عمل کردن را نصیب بگرداند. آمین یا رب العالمین. پس این بود آخرین درس ما و شما از کتاب بدان. با همین کتاب بدان به آخر رسید که امروز 20 فوریه 2021 که بنده این درس ها رو هر روز چند تایی ضبط میکردم شاید این خیلی بعدتر به شما برسد لیکن امروز 20 فوریه 2021
و ساعت به وقت ما 23:11 یعنی ساعت 11 شب، ساعت 11 شب. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. و درس آینده ما و شما ان شاء الله از این کتاب بناء الاطفال مختصر بناء الافعال که بنده چطور گفتم خود این را مختصر قرار دادگی هستم، مختصر گرداندگی هستم و این فقط 22 باب صرفی را در بر گرفتگی است و بس، که انشاءالله درس آینده از این کتاب شروع خواهیم کرد. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.